أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. كل نفس ذائقة الموت. جوانان عزیز، همدران عزیز، امروز نمیخوام صحبت کنم درباره مرگ، بس میخوام یک دو حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم براتون صحبت بکنم درباره رحم دلی. جوانان عزیز، امروز چقدر ما حتی نشد است که ما جوانان، ما مردم، نه فقط برای برادر مسلمان، امروز نعوذ بالله روز آمده است که پدر با پسر رحم نمیکنه. جوانان عزیز، وقتی که پدر با پسر که رحم نکنه، بعد الله مهربان این درد اندوه و غم ایری امت چه به بالا کنه. یه حدیث صحیح را براتون شرح میکنیم، ان شاء الله دعا میکنیم که حدیث حضرت انس روایت میکنه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میگه که والذی نفسی بیده لا یضع الله رحمتا الا علی رحم. قسم به اون ذاتی که جان محمد در دست اوست، الله مهربان رحم نمیکند به اون شخصایی که، به اون انسانهایی که تا مادام در روی زمین به دیگر رحم نمیکنید. جانان عزیز، رحم بسیار چیزی مشقت است، رحم بسیار چیزی است. امروز اگر نظر کنیم این پسر 1 ساله و 8 ماهه نخواد که پدر با ضرب لط پسر خود در قتل برسونه. جانان عزیز، این به والله قسم نکرد نشانه قیامت است. من ندا برای همون جوانایی میکنیم که امروز در بعض جاها ما جنازه میخونیم، حتی امر معروف و نهی از منکرات در شبکه‌ها میمونن و در کامنت‌ها مینویسن، بعضی نوجوان مردم مینویسن که ما ترسیده خواب هستیم، همین جنازه ها در شبکه‌ها نپرتید. چرا پیش جنازه ها در شبکه‌ها بسیار توی حافظی میپرتافتن، کنسر میپرتافتن؟ چرا یادت نمیگفته که حافظی را بس کنه که الله خطبش بالا ما بیاید؟ چرا امروز میگی جنازه ها نپرتید که ما خودمون ترسیده خواب هستیم، در غم اندوه هستیم، جنازه ها نپرتید؟ انا میخوای خدا که دور شدن گرفتیم، خدا هم که عذاب بالای ما شما برادران میفروره. ای جوان مردی که در ته کامنت‌ها مینویسه که امر معروف جنازه ها رو نپرتید، ای جوان مردی که میگوید که ما خودمون در غم اندوه هستیم، از الله شرم دار. مادامی که با موسیقی و با کنسل با فواحش تماشا میکردی، یک بار نمینویسی که جوانا بس کنه فواحش، بس کنه موسیقی پرتانه که عذاب خدا بالای ما شما بیاد. اینا بسای ما آمد امروز که جوان مرد پسر 1 ساله و 8 ماه خودش را با آزار بزدن، با قتل رسان. آیا این برای ما شما ماتم نیست؟ آیا برای ما شما این غضب خدا نیست؟ که پیامبر اکرم چی میگه؟ الراحمون یرحمکم الرحمن یرحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. ای جوانا، پیامبر برای ما شما میگه رحم کنه در روی زمین با اون شخصا تا اینکه مادام از آسمان برایش رحم کرده شود. تا با والله قسم رحم اگر نمیکنیم به یکدیگر، امروز با یار برادر نه، امروز ببینید که پدر با پسر خودش رحم نمیکنه. وای به حال اون دیگه جوانا، رحم که داشتی جوانان عزیز. با والله قسم وقتی سخن میکنم گیره مادر میبینم مرا دلم نش میزنه. این طفل بیگناه چی گناه داره که این پدر بیرحم زده است؟ ای الله شرم داریم. پیامبر اکرم میگه که والذی نفسی بیده لا يدخل الجنه الا رحیم. داخل بهش نمیشود اون شخصیتی که رحم ندارد، اون شخصیتی که بیرحم است، در قلبش کبر و غرور دارم. مادامی که رحم نداریم با زن فرزند خود ادعا میکنه که من جنت میدارم. الله میگه وسعت رحمت علی کل شیء. الرحمت الله همه جا را احاطه کرده است. چرا رحمت نمیکنیم؟ رحم به یکدیگر نمیکنیم جان عزیز. تا مادامی اگر ما به یکدیگر رحم نکنیم، تا مادامی اگر ما به یکدیگر دوستی مهر و محبت نکنیم، این آفت الله از باره ما شما نمیگه جانان عزیز. ما با کدام زبان با شما صحبت بکنم؟ این برای یکی ما و شما، این یکی از نشانه قیامته که امروز با چشممون دیده استیم که جانان عزیز. ما با والله قسم برادران، امروز ما برایش یک قصه میکنم. الله مهربان در سوره عبسه بسیار با عظمت برای ما شما فرمایه که یوم یفر المرء من اخیه. الله قیامت در دنیا آورد. برادر نظر بکنه، الله قیامت در دنیا ما شما نشان داده. یک از میگه چخه؟ الله در سوره عبسه چی میگه؟ یوم یفر المرء من اخیه. در روز قیامت برادر از برادر میگریزه، و صاحبته و منی از زن فرزند میگریزی،
از پدر و مادرت میگریزی. برای چی؟ امروز ویروس گفته قطعی برادر سلام علیک نمیکنی. امروز ویروس گفته برادر نزدیک ادینه میزنه در خانه کراتین گفته میگریزی. وای با والله قسم در جنازه اشتراک کردم، حتی پسر گفتم که در قبر بمان پدرتا قطعیش خیر خوش که بوسه از پیشانی بگو پدر جان دیدار تا قیامت. با والله قسم از مرگ پدرش گریخت. آیا برای ما شما آفت نیست؟ آیا الله مهربان در دنیا برای ما شما نشان نیست؟ این همین روز ببینه که امروز کرانتین گفتم در جنازه اگر اشتراک نمیکنیم باید دیگر سلام نمیکنیم از دوری بس گفتم. در حدیث صحیح پیامبر اکرم میگه که وقتی شما در دنیا اگر در خرید و فروش در معامله کردن فند فریب میکنید، دین الله را فراموش کردید، قانون الله را ناپسندی کردی، نماز نخواندی، روزه نگرفتی، رحمدلی نکردی، الله همین ویروس در بالات میاره. ای جوانا با مردم رفتار خوب بکنید. که پیامبر چی گفت؟ یک از پیامبر اکرم سوال داد عن اکثر ما یدخل الناس الجنه. ای رسول معظم اسلام، آیا در جنت چه شخصیت رو بسیار میدراین؟ پیامبر چی گفت؟ التقوى الله. یکم گفت تقوای زیبا، خدا ترسی. دیمش و حسن الخلق، با مردم رفتار زیبا کردن. اول رفتار با اهل بیت زیبا کن، اول با زن رفتار زیبا کن، با فرزندان زیبا کن. من براش من قصه میکنم. یک روز پیغمبر خدا صلی الله علیه و در مسجد نشسته بود، موعظه المعروف میکرد. دید که یک مردک در کنج مسجد بسیار گیره داره. پیامبر ما بسیار و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. با والله قسم پیامبر ما رحمت بود، نه فقط برای مسلمان ها، برای کل عالم بشر رحمت بود. پیامبر ما الله چی میگه؟ ای محمد و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ای محمد ما تو را فرستادیم برای عالمین رحمت. این به رحمت از امت محمد نیست. حتی پیامبر اکرم با دشمناش رفتار زیبا میکرد. اکثر صحابه از رفتار کردار پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ایمان آوردن. ما چه شخصیت هستیم که در قلبم رحم ندارم. ای جوانها، بعد پیامبر اکرم آمد نزد جوانمرد این بردک گفت که تو چرا اینقدر گیره داری؟ این قصه برای پدر همین شخصیت دخالتی میکنه. گفت که ای رسول اکرم 11 تا فرزند من خودم به دست خودم کشتم. گفت 11 تا فرزند من خودم به دست خودم کشتم، 10 تاش فراموش کردم، یک تاش از خاطرم نمیبرایم. در دوره جاهلیت، در دوره پیش از اسلام مشرکان در خانه دختر تولید میشد، زین نوازینه دختراشون میکشتم. گفت که یک روز گفت میذارم خانه، در خانه کودک 5 6 ساله دخترک در حولی بازی داره. اولا ما پرسیم این کی است؟ اولاش گفت که ای شوهر جان، اینا از تو پنهان کردم، از تو بجای کلانش کردم فقط که ما کلان شویم دستی ما را بگیرم. این مردک میگه که به این نقد در پیغمبر خدا کرده مرا جاهلیتم عمل مشرک کردم، مرا طاقت نماند. اولا ما گفتم که سر دهان دختر را بشان خانه خیلی چهار مشکل میبرم. چه گفت؟ گفت سر دهانش بشان گفت خانه خیلی چهار مشکل میبرم. اولاش خرسان که الحمدلله شوهری ما اصلاح شده دیگه نمیکشه فرزنده ما. من گفتم سر دهانش شستم، لباسش پوشاندم، پیش از دست دادم در شوهرم. گفتم که ای شوهر جان، دختر جان ما ساق سلامت بیا و در دستم بسپار. من گفتم دخترش با آواز بلند گفته که دادا جان مرا توی میبره. دختر من میگه دست میگرفتم از کوچه برای رفتم در نیم راه دخترشم بازی میکنه. گفته که مرا دادا جانم توی میبره. خرسان بود که مرا دادا جانم توی میبره. دخترم میگه با عقل بود، وقتی دست میگرفته بود که وقتی ما از کوچه برآمدیم دخترم فهمید که مرا پدرم کشتنی میبره. در پیش باشش غلط کردم. گفتم دادا جان تو مرا گفتی که من دوست ندارم، تو مرا کجا بردستی؟ دختر من کشه کرده بردم در چاه پارت افتم. آخران سخنش این بود که دادا جان تو مرا فریب کردی، تو مرا گفتی دوست ندارم. دخترت همین بود، مرا کجا میبری؟ مرا چجا دوست ندارم، تو را من دوست ندارم. می دادا جان میگه رسول اکرم همین آوازا سخن دخترم یادم نمیبروید. پیامبر اکرم این خیلی انسان ها رو تربیت در دین میکرد. امروز ما نخوب برادرای ما تربیت کردن نتونیم. ای برادرها، ما از الله دعا میکنیم خدا باش ما رحمدل بگردونه. خدا این مادری که در مصیبت از خدا این مادرم با فرزند صالح و صالح نصیب بگردونه و خدا این پدر این طفلک با رحم بگردونه، برای ما عبرت بشه که ما معامله خودمون با فرزندمون زیبا بکنیم. این طفل بیگناه ای جوانا هوشیار شویم.
به کدام کاری ما را الله به برکت بده، به کدام کار عمل ما را الله به آفت بالا ما بگیره. جوانای عزیز، خدا نکاید ما شما توفیق بده. خداوند جمله امت محمد با رحم با شوق بگردانه. خداوند مادر ما را صبر جمیل بده. خداوند باقی مانده اهل و این خانواده را صبر جمیل عطا بفرسته. در حق یکدیگر دعا بکنیم جوانان عزیز. این دنیا برای یگان تیما شما نمیمانه، ولی چون حضرت مولوی میگه که اندیشه از مرگ مصطفی باید و کرد، اندیشه از مرگ مصطفی باید و کرد، شادی و طرب جمله رها باید و کرد. او با شرف و عزت خود باقی نمان، ما را طمع خام چرا باید و کرد. پیامبر معظم اکرام صلی الله علیه و سلم در دنیا الله وظیفه‌اش داد، همون رو گفت که الیوم اکملت لکم دینکم، دینتون کامل شد. بعد از 9 روزش الله مهربان به قبض روحش ملک الموت جبران کرد. او که در دنیا وظیفه داشت، ما وظیفه نداریم. چرا در دنیا باید ادعا بکنیم که در دنیا 2 روزه شهوات دنیا را پیش میبریم؟ مرگ فراموش نکنید جوانان عزیز، مرگ فراموش نکنید. در دنیا یگان کس باقی نمیمونه. کل من علیها فان و یبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام. خداوند یکایک که ما شما توفیق بده. خداوند این مادرم صبر جلال تو بفرسته. پروردگار جمله امت محمد با شوق با رحم دل بگردانه تا اینکه ما در جمله در بین برادران رحمه. خداوند از قلبای ما کی به دور بگردانه. خداوند این برادر که پسر خود قتل کرد، خداوند او را توفیق بده و دیگه برادران عبرت بشه که رحم بکنن به دیگرشون. الله مهربان سفر این دو در جان ما نجاش جنت فردوس بگردانه. خداوند یکایک ما شما رحمت مغفرت کنه. در این قبرستان چی برادرها پا و خواهرها خواب باشن، خداوند همشون رحمت مغفرت کنه، قبرهاشون باغ جنت الفردوس بگردانه. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار برحمتك.